موافق سندهای امضا شده با کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجنانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب حکومت جمهوری مردمی چین 127 نمود تکنیک‌های گوناگون نجات‌دهی سپاریده شد. در رسم معرفی تکنیک‌ها نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و نمایندگان سفارت جمهوری مردمی چین در تاجیکستان اشتراک نمودند. تکنیک‌های مذکور برای گروه‌های سیاری کمیته که برای برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی تأسیس داده شدند پیشنهاد گردید. طور مسئولین ابراز نمودند همکاری‌های تاجیکستان میان جمهوری مردمی چین سال تا سال در سمت‌های گوناگون از جمله سیاست، اقتصاد رشد یافته ایستاده است. اوید با وارد گشتن تکنیک‌های مذکور از جانب جمهوری تاجیکستان طبق درخواست جمهوری تاجیکستان سال 2016 گفت و شنودها به انجام رسیدند و امروز با واحدهای کمیته حالات فوق‌العاده 127 نامگوی تکنیکا و واسطه‌های از آن جمله تکنیکی وارد گشتند که آنها روانه گشتند برای پیشگیری و برطرف سازی حادثه‌های طبیعی و از آن جمله برای باز هم بهتر نمودن بازه تکنیکی کمیته حالات فوق‌العاده. دسترسی پیدا نمودن با چنین تجهیزات جستجویی نجات‌دهی و تکنیکای وزنین امکانیت می‌دهد که حالت‌های با وقوع آمده سری وقت برطرف کرده شوند. تکنیک‌های دسترس گردیده برای سری وقت به مکان حالت‌های فوق‌العاده رسانیدن گروه‌های نجات دهنده استفاده گردیده نامگوی زیادی تجهیزات دسترس گردیده امکانیت می‌دهد که حالت‌های فوق‌العاده سری وقت پیشگویی کرده شود. مورد ذکر است 93% مساحت جمهوری تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌دهد. از این سبب در موضع‌های کوهی زود به عمل آمدن آفت‌های طبیعی به قید گرفته می‌شود. تجهیزات مذکور و استفاده آن امکانیت می‌دهد که آفت‌های طبیعی احتمالی پیشگیری کرده شوند. منوچهر سلیمان، مهروز جمعه، مقصد اخبار.